9 سالت به تو بگه؟ میگه من دوست دارم خوشگل باشم، بیرون میرم همه منو ببینن کیف کنن، بگن چقدر خوشگله، دوست دارم به ازم تعریف کنن. حالا خب باید جوابشو بدی. بعد میگه تو میگی این کارو نکن. چرا میخوام خوشگل باشم، میخوام مورد توجه باشم، میخوام دیده بشم. چرا دیده نشم؟ موامو میخوام بریزم، موامو بیرون همه ببینن، خوشگلشم بکنم، رنگش کنم، چیکار کنم، آرایش کنم. چرا من نباید آرایش کنم؟ این چیه تو ذهن شما هست؟ شما رسم داشتین که داشتین، الان که دیگه نیست. داشتین که دختر تا عروس نشده مثلا اصلاح نکنه. چرا من سیبیل نباید داشته باشم؟ من دخترم، میخوام بزنم اینا رو. چه حرامیه، چه گناهیه، چه فرهنگی دارید؟ اصلا بی خود دارید یه همچین فرهنگی. میکنم برای زندگیت. میگم تو خونت دروغو نخر. خوشت نیاد ازت تملق کنن، تعریف کنن. احب اخوانی من اهدى الی عیوبی اتبع من یبکیک و هو لک ناصح ولا تتبع من یضحکک و هو لک غاش. اونی رو دوست داشته باش که اشکتو در میاره بس بهت انتقاد میکنه. شکسپیر کیه؟ میگه کسی بهت فحش میدم خیلی به فحشای دشمناتم گوش کن. میگه اونا عیباتو خیلی خوب پیدا میکنن بهت میگن. اصلا گوش کن قشنگ به مخالفینت، ببین چی میگن. من دارم چی عرض میکنم؟ میگم آقا ما دروغ رو دوست داریم بشنویم. دروغ، تملق، دروغ. از راست فراری هستیم. جامعهمون این مدلیه. بعد میگه راجع به حجاب این همه برنامه ساختیم فلان. میگم برنامه نساختی، چون نمیتونه اون که تو دلش بچه 9 سالت به تو بگه. میگه من دوست دارم خوشگل باشم، بیرون میرم همه منو ببینن کیف کنن، بگن چقدر خوشگله، دوست دارم به ازم تعریف کنن. حالا خب باید جوابشو بدی. بعد میگه تو میگی این کارو نکن. چرا میخوام خوشگل باشم، میخوام مورد توجه باشم، میخوام دیده بشم. چرا دیده نشم؟ موامو میخوام بریزم، موامو بیرون همه ببینن، خوشگلشم بکنم، رنگش کنم، چیکار کنم، آرایش کنم. چرا من نباید آرایش کنم؟ این چیه تو ذهن شما هست؟ شما رسم داشتین که داشتین، الان که دیگه نیست. داشتین که دختر تا عروس نشده مثلا اصلاح نکنه. چرا من سیبیل نباید داشته باشم؟ من دخترم، میخوام بزنم اینا رو. چه حرامیه، چه گناهیه، چه فرهنگی دارید؟ اصلا بی خود دارید یه همچین فرهنگی. باید بتونی جواب بدی. بعد میگه اینا این کشورهای اروپایی حجاب هم نیست، نه پیشرفت کردن. این چه آسیب اجتماعی داره؟ همونی که الان آقا معلم کو رفت قربونت برم، حرفاشو زد رفت آقا معلم، حالا میادش، مهم نیست. خب همین که آقا ما میگه آقا آسیب داره. میگه خب اونم این همه 8 میلیارد بشرم فقط ایران و افغانستان آسیب داره که اجباریه، بقیه جا آسیب نداره. بعد میگه آسیب داره. خب توضیح بده ببینم آسیبش چیه. اصلا من میخوام آسیب ببینم. اصلا من یک گاز اشکاور میذارم اینجا، هر کی خواست بیاد نزدیک میزنم تو صورتش. پس نمیخوام حجاب فلان داشته. سواله ها، من اینا رو کار ندارم. میخوام بگم بعد ببینید بچه چی میگه، سوالش چیه. بعد میگه شما میگی حجاب، تلویزیون همه فیلم نشون میده همه بی حجابن توش. اگه بده چرا فیلماشو نشون میده تلویزیون؟ بله. بعد اصلا فیلم ایرانی ها میرن خارج بازی میکنن بازیگر زن خارجی بدون حجاب. خب این بازیگر زن داخلی با حجاب بدون حجاب چه مشکلی داره که خارجی؟ اگه مشکل داره که خارجی داخلی نداره که. این مثل میگه کبریت خارجی نمیسوزونه داخلی میسوزونه. یعنی چی؟ کبریت میسوزونه دیگه. هیچ فرقی نداره. نه، اگه آسیب داره فرقی نداره. میخوام اینا سواله ها، من کار ندارم اصلا به جواب، اینا جواب دارم براش ولی سواله. میخوام بگم شما به بچت اجازه دادی سوال کنه؟ اصلا میگه آقا من نمیخوام اصلا طرفدار دین شما باشم، نمیخوام، من الان الگوم این چیزا نیست. الان چه میدونم این یه گروه خواننده کره‌ای هستن، میگه من مثل اونا رو دوست دارم. این گروه اینا خیلی از نظر من اینا خیلی خوبه، تیپشون خوبه، اصلا اون سبک زندگی رو دوست دارم. اشکالش چیه؟ اینا به این خوبی دارن زندگی میکنن، مشکلی هم ندارن. من حرفم اینه، میخوام بگم اصلا گوش دادیم به سوالاتشون؟ وقتی سوالاتو ازشون نگرفتی، حالا بدتر از این، شما تو اعتراضات پارسال میگی من اصلا نمیفهمم 10 90 10 80.
میگه ما نسل زد رو نمیفهمیم، اصلا نمیفهمیم چی میگه، فارسی میگه ولی ما نمیفهمیم چی میگه. باباها بودن برای بچه نصیحت میکردن، بعد یه هی صحبت میکرد، احساس میکرد تو این بچه هیچ تاثیر نداره، بعد میگفت پاشو گم شو پدر سوخته، پاشو. گفتم چی شد؟ ما داریم گوش میدیم. گفت پاشو نمیفهمی چی، حالیت نمیشه تا بابا نشه نمیفهمی چی، پاشو برو گم شو ببینم. قاطی میکرد بابا، فارسی داشت حرف میزد، احساس که ما درکی از صحبتش نداریم. بازجو برگشته میگه مثلا نمیفهمم در 90 چی میگن. بابا شما زبون اینا رو بلد نیستید، چجوری به اینا میخواید حجابو بفهمونید؟ من میگم خود حجابم نفهمیدین، چیزی که نفهمیدین و چجوری میخوایم بفهمونید به کسی که زبونشو بلد نیستید؟ مثل اینکه الان یه مطلبی رو نفهمیدی، یه معادله بلد نیستی، زبون چینی هم بلد نیستی، ببرن چین بگن این چیزی که نفهمیدی رو به اینا بفهمون، تازه زبونت هم بلد نیستن، چی میخوای چی بفهمونی بهشون؟ خودت که نفهمیدی. اگه فهمیده بودی تازه از زبون اونا رو هم بلد میشدی که بتونی به اونا بفهمونی. خودت نفهمیدی، زبون اونا رو هم بلد نیستی، الان چیکار داری میکنی؟ حجاب که نه، حجاب هزار تا چیز دیگه. اصلا ما جلسه دینی نداریم. ما الان بعد چند سال اینجا هنوز نمیتونیم مثلا یعنی همونی که سوال میکنه تقیه میکنه، همونی که جواب میدیم. مطلب دینیه، من الان دارم هی کشش میدم، مطلب رو جرئت نمیکنم بگمش، وگرنه ما بحثمون انسان شناسی بود، ربطی به این بحثا نداشت. منتها بحث به جایی رسیده من میترسم بگمش، میگم حالا این شهری درست میشه حالا بگیم اینا رو.